سلام علیکم، متین زوران هستم. خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین. همونطور که میبینید یک تغییرات ریزی در دکور انجام دادم که این گلدون جدید رو آوردم. اون دیگه خیلی پژمرده شده بود، بد شده بود، ولی خب شاید گلدونش عوض کنم اگه وقت کنم. اینو اضافه کردم و همین تغییرات خیلی ریزی بود. موضوع این ویدیو پرهزینه ترین تیم های جهانی و یعنی بیشترین هزینه هایی که کردن کشورها برای میزبانی در جام جهانی رو براتون بگم. خب اول با ورلد کاپ شروع میکنیم که عنوانش هست The most expensive ever. خب به ترتیب تاریخ میریم جلو. اول جام جهانی 1994 میزبان آمریکا بوده و نیم میلیارد دلار هزینه کرده که میشه همون 500 میلیون دلار. البته نسبت به اون سالم به نظرم خیلی میشه. جام جهانی 1998 با میزبانی فرانسه که 2 میلیارد و 300 میلیون دلار این میزبانی انجام دادن و هزینه کردن براش. جام جهانی 2002 به میزبانی ژاپن و کره جنوبی 7 میلیارد دلار هزینه شده. جام جهانی 2006 در آلمان بوده که 4 میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه کردن براش. جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی، دیموش سیاه پوست که خیلی بیشترشون با اخلاقند و خوش اخلاقی. دوست فامیل داریم سیاه پوست، خیلی کارش درسته، خیلی خوش اخلاقه و هم میاد میره، خیلی کارش درسته. ولی نجریه هست، نجریه. خب جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی که 3 میلیارد دلار و 400 میلیون هزینه کردن. نسبت به ژاپن و کره جنوبی با اینکه چند سال بعد بوده یکم کمه، بالاخره آفریقای جنوبیه دیگه. خب جام جهانی 2014 به میزبانی برزیل که 15 میلیارد دلار هزینه کرده. تا اینجا بیشترین هزینه رو برزیل کرده. جام جهانی 2018 که روسیه بوده میزبانش و 11 میلیارد 600 دلار هزینه کرده. و آخرین جام جهانی که قطعا میدونین در چه سال و در کدوم کشور بوده، چیزی نیست جز قطر در سال 2022 که اصلا یک رقم عجیب غریبیه. تو کامنت بنویسین حتما به نظرتون چه عددیه. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. خب 1 2 3 220 میلیارد دلار. محرمه یکم انسان باشیم. خب خدمتتون عرض بشم که تو این سایتی که هستم خبراش موثقه و مطمئنم که درسته و شکی توش نیست. خب میریم سراغ تیم های جهانی که بیشترین هزینه رو کردن به خاطر تیمشون. خب این تیم هایی که میخوام بگم در دهه اخیر هستش، یعنی در 2011 تا 2021. خب به ترتیب از پایین میریم بالا. اولین تیم در رکوردها لیورپوله که 1 میلیارد و 30 میلیون یورو هزینه کرده. اونا کشوری ها به دلار بود، اینا به یورو. تیم بعدی آرسناله که با 1 میلیارد و 60 میلیون یورو تیم خودش رو کشیده بالا. و رئال مادرید با 1 میلیارد و 100 میلیون یورو.
اتلتیکو مادرید که مثلا 100 میلیون یورو بیشتر هزینه کرد. اتلتیکو مادرید با 1 میلیارد و 110 ببخشید اصلا 10 میلیون هزینه بیشتر کرد. خب یوونتوس با 1 میلیارد و 380. تیم بعدی پاریس سن ژرمن که من فکر میکردم بیشتر باشه ولی خب کمتره. وای چرا با 1 میلیارد و 390 میلیون یورو. خلاصه تیم بعدی منچستر یونایتد که میشه تیم چندم؟ هفتم. منچستر یونایتد با 1 میلیارد و 470 میلیون یورو تیم خودش رو کشیده بالا و جزو رکورددار هستش. خب تیم هشتم 1 میلیارد و 480. معمولا این رو 10 میلیون اختلافشون 10 میلیون داره. بارسلونا با 1 میلیارد و 480 میلیون یورو و چلسی 1 میلیارد و 560 میلیون یورو هزینه کرده. منچستر سیتی رکورد داره و تیم دهم که 1 میلیارد و 640 میلیون یورو هزینه کرده و جزو رکورددارترین پررکورددارترین و پرخرجترین تیم هاست از بین 10 تیم برتر این تیم های ابرقدرت. خب خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید. سابسکرایب، لایک، کامنت، مامنت، همه چی یادتون نره. خب ممنون که ما رو همراهی کردین. تا ویدیوی بعد خداحافظ.